5 علامت قطعی بروز سرطان روده چی هستش؟ هیچ علامتی وجود نداره که بتونه به ما بگه قطعاً فرد سرطان روده داره. سرطان روده رو با آزمایش وجود خون در مدفوع که در آزمایش اثبات بشه و در کولونوسکوپی مشخص بشه که فرد پولیپ داره که روی اون پولیپ تومور یا سرطان روده رشد کرده، روش قطعی تشخیص سرطان روده هستش، وگرنه هیچ روش دیگه‌ای وجود نداره که بتونه به ما بگه فرد سرطان روده داره یا نه. پس وسایل و روش‌های تشخیص سرطان روده به این صورت هستش که باید غربالگری صورت بگیره. حالا گذشته از اون که اگر علائم در فرد ایجاد شد، خب خونریزی داشت، کاهش وزن پیدا کرد، دردهای شکمی پیدا کرد، خب این احتمال زیاد دیگه فرد گرفته، فرد این تومور رو داره و علائمش شروع شده، از ماها و سالها قبل شروع شده تا به این مرحله رسیده که الان فرد یا کاهش وزن داره، کمخونی داره و یا اینکه قطر مدفوعش کم شده، مدفوعش سیاه شده، خونریزی داره. اینها میتونه تماما نشان دهنده بروز سرطان روده باشه.